إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، درس 25 کلید 12 نتایج دشمنی توحید در دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن عظیم الشان نتایج دشمنی توحید در دنیا به اشکال مختلف بیان کرده که ما و شما این شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش اولش کسایی که مثلا با توحید دشمنی کردن، اونا در دنیا از چی امور محروم میشن و در آخرت اینا در دنیا مثلا چی محرومیت های دارن و همچنان از نگاه فکری و اعتقادی و روانی و علمی و عملی و همچنان بر ما نشان میده در طول تاریخ کسایی که دشمنی با توحید کردن نتایجشان چی بوده. بخش اولش نتایج دشمنی توحید با سردرگمی های فکری، اعتقادی، روانی، علمی و عملی. یعنی کسایی که با توحید دشمنی میکنن یا مخالفت با عقیده توحید میکنن، اینا از نگاه فکری یک نوع سردرگم میباشن، از نگاه اعتقادی هم موقف دقیق نمیداشته باشند، از نگاه روانی هم مشکلات میداشته باشند و از نگاه علمی و عملی هم مشکلات می داشته باشند. اول چیزی را که قرآن از مشان بر ما بیان میکنه در مورد مشکلات از اینا این هست که به محرومیت از بهترین نعمت الهی که عقیده توحید و ثبات بر آن است. کسایی که ایمان قوی ندارن و کسانی که مخالف عقیده توحید هستند، اینا چی هستند؟ در گمراهی هستند. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. در سوره ابراهیم آیت 27 بعد از اینکه برای مؤمنین ثابت قدمی و این گپا بیان میشه، باز برای ظالما چی گفته میشه که اینا گمراه میباشن. یعنی از بزرگترین نعمتی که الله متعال برای بشریت و نعمت روان کرده و اون نعمت توحید است، از اینا محروم هستند. و انسان مؤمن میفهمه که توحید بزرگترین نعمت الله هست که برای دوستای خوب خود، برای کسایی که دنیا و آخرت راحتش میخواه، امی عقیده توحید برشان روان کرده و این نعمت برشان روان کرده و تمام پیغمبرای خود بر زمین روان کرده که برین بر مردم بگوین که الله اله الا الله. اینا کسایی که مخالفت از این میکنن از بزرگترین نعمت الله، اینا چی هستن؟ محروم هستن. دوم مشکلشان چی است؟ دوم مشکلشان که اینا مستحق دشمنی الله، یعنی با الله دشمنی را مستحق میشه. الله متعال میگه من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن الله عدو للکافرین. کسی که دشمنی خود با الله اعلان بکنه، یعنی عقیده توحید نپذیره، یعنی میگه یک نفر عقیده توحید نمیپذیره، چی در ذات الله باشه رد میکنه، یا در صفات الله را رد میکنه، یا افعال الله را رد میکنه، یا حکم الله را رد میکنه، یا نامهای الله را رد میکنه، یا عبادت الله را رد میکنه. الله متعال میگه فإن الله عدو للکافرین. الله که است دشمن کافرها هست. بنابراین مشکل دوم از چی میباشه که اینا خودشان به دست خود کار میکنن که الله دشمن از نمیشه. سومین مشکل انسان هایی که عقیده توحید نمیپذیرن ضعف شخصیت است. شخصیت از اینا آنقدر ضعیف میشه و شخصیت از اینا آنقدر پایین میفته
که مثل یک پشه و مثل یک کاه پیش الله ارزششان مثل یک پشه و مثل یک کاه میشه. الله متعال میگه و من یشرک بالله، هر کسی که به الله شریک بیاوره فکأنما خر من السما، مثل که یک نفر از آسمان سقوط کرده باشه. وقتی که از آسمان سقوط کرد فتخطفه الطیر، بازی یک پرندگه که کوچک اختطاف میکنه، یعنی در نول یک پرندگه، این پرنده کوچک میتونه با نول کوچک خود ایره اختطاف بکنه میره بگیره. او تحوی به الریح فی مکان سحیق، یا ایره شمال بگیره، باد بگیره به بسیار جاهای دور ببره. این دلالت به چی میکنه؟ که این انسانی که دشمنی با توحید میکنه و مبتلا به شرک میشه، این شخصیت خود از دست میده، وزن خود از دست میده، ارزش خود از دست میده، پیش الله یک مخلوق بی ارزش میباشه. وقتی که ارزش خود از دست داد، بازی در هر کسی شکار کرده میتونه، باز با دلایل بسیار پوچ، با دلایل بسیار بی ارزش تسلیم میشه. بسیاری وقتا شما دیده باشین انسان های بیدین و گمراه که هیچ دلیل قوی علمی و منطقی و دلیل عقلانی قوی نداره، با بسیار دلایل پوچ و پیش پا افتاده تسلیم میشن. گاهی مارکسیست میشن، گاهی لینینیست میشن، گاهی عقیده داروین قبول میکنن. خودش انسان است، باز خودش قبول میکنن که مادر و پدرم از شادی بوده، من از نسل شادی هستم. سبحان الله. اگه انسانی که الله او را کرامت داده و ارزش داده و ایره من حیث خلیفه در زمین الله که به نیابت از الله در زمین الله شریعت الله را تطبیق بکنن، امو وظایف را که در آسمان ها ملائکه انجام میدن، ای در زمین الله امی وظیفه را انجام بدن، ای باز میخیزن آنقدر خود به ارزش میسازه که میگه من والا چی هستم؟ از نسل شادی هستم. چهارمین نقطه چی است؟ نابودی تمام اعمال نیک. تمام اعمال از این چی میشن؟ نابود میشن. یعنی الله متعال میگه و من یرتد منکم عن دینه، حالا اکثر هم کوشش میکنن دشمنای الله، یهود و نصارا و سیکولرها و دموکراتها و تواغیت در مجموع کوشش میکنه که یک مسلمان چی داره؟ مسلمان بیچاره مال هم نداره، مسلمان بیچاره مثلا امتیازات چوکی و یگپا هم نداره، قصر و یگپا هم نداره. یک سرمایه‌ای که این مسلمان داره و ایمان است. این دشمنای الله میخواه که این سرمایه زیر از بین ببره. کل کاراشون، کل برنامهشون به خاطر از این هست که امی ایمان انسان مؤمن از بین ببره. الله متعال میگه و من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که از شما مرتد شود از دین خود فیموت بازی بمیره و هو کافر، در حالی که او کافر است. یعنی کسی که مرتد میشن از دین مبرایه ای کافر میشن. و اونجا ما و شما نواقص ایمان داریم. همین قسم که مثلا ما و شما توحید چندین قسم داریم، همین قسم شرک چندین قسم است، کفر چندین قسم است. این حال کسی که در یکی از این بخش‌ها یا در شرک یا در کفر مبتلا میشه، در حالی که او کافر میشه، فاولئک حبطت اعمالهم، تمام اعمال از اینا نابود میشن، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. هر قدر اعمال نیک و صالحه بکنن کلش به ارزش میشه و پیش الله نابود است. نه در دنیا الله در مقابل از او بر از او کدام ارزش قائل است و نه هم در آخرت. و اولئک اصحاب النار، فیصله الله است، اعمالش نابود میشه و یا در جمله اصحاب النار هستن و فیها خالدون، بر همیشه در امی آتش دوزخ میباشن. پنجمی مشکل از اینا چی هست؟ مستحق شدن عذاب سخت، هم در دنیا و هم در آخرت. فاما الذین کفروا، در سوره آل عمران آیت 56، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره. الله متعال میگه ای کسی که از عقیده توحید دور میشن،
بر از این دو عذاب ما میتیم، یک عذاب در دنیا و یک عذاب هم در آخرت. در دنیا که هست بسیاری وقتا مردار میشن توسط مجاهدین اسلام، بسیاری وقتا به مرضهای مختلف رنگ و رنگ مرضها هست مبتلا هستن و نابود میشن و از بین میرن. چرا؟ وقتی که حکم الله را کس قبول نکرد، رنگ و رنگ سختی ها و امراض و بدبختی ها سر از این میاد. و در آخرت هم عذاب شدید برشان است و ما لهم من ناصرین، بر از آنها هیچ نصرت کننده نمی باشه. ششمی جزای کسایی که دشمنی با توحید میکنه چی هست؟ مستحق شدن ذلت و خواری در دنیا و آخرت است. الله متعال میگه لهم فی الدنیا خزی، بر از این کافران در دنیا بسیار ذلت است. و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و در آخرت هم برشان عذاب دردناک است. مثل که برای یهودیا الله متعال گفت افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا و یوم القیامة یردون الى اشد العذاب. اینال یهودیا چی عادت داشتن؟ عادتشان امی بود که او قسمت از دین که به منفعت شخصیشان می بود و آسان می بود او را می گرفتن و او چیزی که باز بهش منفعتشان نمی بود، منفعت دین می بود، حکم الله می بود، باز اونجا چی می کردن؟ باز اونجا دین ترک می کردن. الله متعال گفت افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا شما به بعضی از کتاب ایمان میارین و به بعضی دیگه، یعنی بعضی آیات قبول میکنین و بعضی آیات دیگه را قبول نمیکنین. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس جزای کسی از شما که این کار میکنه چی است؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، الله در زندگی دنیا اونا را بسیار ذلیل میسازه، خوار میسازه. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و در روز قیامت برشان سرسخت‌ترین عذاب داده میشه. بعضی کسا را ببینید مثلا در نماز خواندن و رسول الله صلی الله علیه و شما هم فکرتان باشه که در خط یهود اما قسم که وا رفتن، شما هم میرین، احتیاط بکنین که مثل یهود وارد نشین. اینال در بین مسلمان ها هم همین قسم آیسته مردم های پیدا میشن مثل یهود وارد که به بعض کتاب ایمان میرن، به بعض کتاب ایمان نمیرن. مثلا بسیاری کسایی که ما با چشم خود دیدیم وقتی بعدش نماز باشه میگه نماز میخوام، اینا در صف اول استاد میشه، روزام میگیرم، حجام میرم، خانم خودم کت خود میبرم، سال ده سال عمره هم میرم. اما وقتی که برش گفته میشه که حکم الله و شریعت الله را باید در زندگی تطبیق بکنیم، باید برای نظام الله کار بکنیم، باید اونمو قسم خلافتی که خلفای راشدین داشتن، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و علی رضی الله تعالی عنه و حسن رضی الله تعالی عنه و خلفای اموی و خلفای عباسی و خلفای عثمانی داشتن، اینمی قسم نظام الله باید در زمین الله تطبیق شود. باز اونجا مخالفت میکنن و دشمنی خود اعلام میکنن و سخت رد میکنن شریعت الله را و تطبیق حکم الله. چرا؟ به خاطر ازی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى، رسول الله صلی الله علیه و سلم از هوای دل خود گپ نمیزد، این هو الا وحی یوحى، برش وحی میشه که امت تو هم اینمی قسم اختلافات چندین فرقه میشن مثل یهود و نصارا و اینا هم دمو حتی اگر در سوراخ یک چیز هم یهودی داخل شدن، این هم دمو سوراخ داخل میشه و اینگاه همینجا تطبیق میشه که وقتی نوبت به شریعت الله میشه، مثلا نماز آسان است، برو بخواه نماز، روزه گرفتن مثلا یک ماه روزه میگیره و چی میکنن، قربانی مثلا گوشت میاری و گوسفند میکشی و گاو میکشی و ذبح میکنی و گوشت میخوری و کباب میخوری و دوستایت میکنی، دیگه پاره میکنن. حج که از سفر میرم و مثلا چکرمون میشه و سیاحت هم میشه و بیبیاجیان کت میباشه و اولاد خود خودم کت خود میبرم، چی میبرم، به این مسائل که است خب آماده هست. چرا؟
او برای خواسته های نفسش. اما وقتی که از سیاست اسلام، از اقتصاد اسلام، از شریعت اسلام، از حکومت اسلام، از خلافت اسلام، از یا با صحبت شود، باز یک دفعه دشمنی خود اعلان میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه اندیشه از این نصف چی است؟ ایمان است، نصف دیگهش کفر است. نصف دیگهش چرا؟ به دموکراسی ایمان داره. دموکرات است، سوسیالیست است، کمونیست است، داروینیست است، سیکولر است. از این خاطر باز اینجا کامل با سخت چی میشه؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. نصف کلیتان ایمان است و نصف کلیتان کفر است. الله متعال خیر قبول ندارن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. از این خاطر الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، سگون خطاب بر مؤمنا هست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان در اسلام مکمل داخل شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان بدع و 70 شعبه، ایمان 70 چند شعبه دارد. در کل ازی داخل شدیم، کل ازی رو بپذیریم، با کل ازی ایمان داشته باشیم، کل ازی رو تطبیق بکنیم. وقتی که ما 70 چند شعبه رو گرفتیم، 12 نظام، مثلا نظام اعتقادی است باید ایمان داشته باشیم، نظام عبادات است، نظام سیاسی هست، نظام قضایی هست، نظام اجتماعی هست، نظام اخلاقی هست، نظام اقتصادی هست، نظام مالی هست، نظام تعلیمی و تربیتی هست، نظام فرهنگی هست، نظام دعوتی هست و نظام جهادی هست. که همین 12 نظام خود یک اجتهاد است. 70 چند شعبه ایمان است که باید کل زیر تطبیق کنیم. این حال بعضی کسان رو بگویند که والا از اسلام بخش عباداتش قبول دارم و سیاستش قبول ندارم و اقتصادش قبول ندارم. افتؤمنون بعد الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم. یک انسان اگر از یک آیت قرآن انکار میکنه کافر میشه. و در مقدمه احکام کرد در کل ازی آیات آمدن، در کلش میخواستیم در عقیده آیات داریم، در عبادات آیات داریم، در سیاست اسلام آیات قرآنی هست، در اقتصاد اسلامی آیات قرآنی هست که باید کل ازو تطبیق شد. اینجا چی میشه؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا و یوم دو جزاء الله برش میده. در دنیا ذلیل میشه، خوار میشه، غلام میشه، در تمام عمر خود به غلامی و به نوکری هست. تاریخش تاریخ غلامی و تاریخ بردگی هست. کلگی میشناسش که این غلام است، سرش خم است، بشه کافر، بشه خارجی، بشه یهود، بشه نصارا. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. الله به خبر نیست از آن چیزی که شما عمل میکنید. هفتمی جزای کسی که توحید به شکل کامل نمیپذیره و شرک داخل میکنه، مستحق شدن لعنت الهی در دنیا و آخرت است. الله متعال میگه ان الذين يؤذون الله و رسوله، کسایی که ایذا میکنن، ضرر میرسانن، اذیت میرسانن به الله و رسولش، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، لعنت الله هست بر از اینا در دنیا و در آخرت. و اعد لهم عذابا مهینا، الله متعال بر از اینا عذاب ده که توهین کننده است، اینا را بسیار ذلیل و پست میسازه. اما تا عذاب الله متعال بر از اینا آماده ساخته است. این لعنت چی نمیگن؟ اللعن الطرد من رحمت الله. لعنت چی است؟ یعنی راندن یک کسی از رحمت الله. رحمت الله چی است؟ جنت الله است. کسی که سرش لعنت الله داخل شد، این چی میشه؟ از رحمت الله ناامید میشه، میکشش از نعمت الله، از جنت الله محروم میشه. هشتم، تسلیمی به ضعیفترین خانه. خانه‌ای که اینا به او پناه میبرن چه قسم خانه هست؟ به چی یک خانه پناه میبرن؟ مثل الذین، در سوره عنکبوت آیت 41 الله متعال میگه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال کسانی که بغیر از الله دوستا گرفتن، که مثل العنکبوت، اینا مثل چی وارستن؟ مثل عنکبوت وارستن. همین جلوبا فکر دیوالای خانگاه جور میکنن. اتخذت بیتن، همین جلوبا که میبینی یک خانگاه جور کردن. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، ضعیفترین خانه های عنکبوت است. در یک شمال چی میشه؟ یک تفلک اگران جارو رو میگیره که جارو بسته، خانه زیر بید که اگران جارو
دو دفعه کل خانه‌ایشان خراب میکنه. 40 تا عنکبوت در یک خانه جور کرده باشه خانه ها با یک جارو کلش میتونه که کلش از بین ببریم. این کسانی که میگن بغیر از الله دوست گرفتن، یعنی شریک به الله ساختن، غیر الله را، صفات الله را و افعال الله را و عبادت الله را به او دادن به غیر الله، اینا چی است؟ میگه یا مثل چی هستن؟ مثل عنکبوت وارستن که یک خانه که بسیار ضعیف گرفته. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اگر اینا علم میداشتن میدیدن که ضعیفترین خانه ها خانه عنکبوت است. با اون راهی که تو رفتی، اون راه بسیار راه ضعیف است، پناهگاه بسیار ضعیف است، زود نابودت میکنه. نومی چی هست؟ خارج شدن از نور ایمان و افتادن در تاریکی های کفر. این کسانی که شرک اختیار میکنن، مخالفت حکم الله را اختیار میکنن، الله متعال در سوره بقره آیت 157 چی میگه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسایی کافر شدن دوستایشان طاغوت است. این طواغیت چی میکنن؟ این طواغیت وظیفهشان چی است؟ این طواغیت که ما شما گفتیم چند قسم از گاهی به شکل یک شخص میباشن، مثل ابلیس، مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود، ابو جهل، لنین، مارکس، ژان ژاک روسو، اینا، و گاهی به شکل یک حکومت و گاهی به شکل یک فکر و فلسفه. اینمی طاغوتا را که اینا دوست خود میگیره، وظیفه طاغوت چی است؟ الله متعال میگه یخرجونهم من النور الی الظلمات. همین طواغیت را که اینا ولی و دوست خود گرفتن، یعنی چی میکنن؟ از نور ایمان به تاریکی های کفر میکشن. اولئک اصحاب النار. الله متعال میگه اینا اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، و در این دوزخ بر ابد میباشن. دهمی ضرر از اینا چی هست؟ سقوط در فتنه هست. الا فی الفتنه سقطوا. الله متعال میگه آگاه باشین که همین مردم که شرک و کفر و نفاق پیشه میکنن، یا در فتنه ساقط شدن، افتادن. خطرناکترین عنصری که در زندگی انسان تباه میکنه و امروز هم بسیار زیاد است، این فتنه ها. بعضی کسا در فتنه مال رفته، به خاطر به دست آوردن مال حق میپوشونن. بعضی کسا به خاطر فتنه شهرت حق میپوشونن. بعضی کسا به خاطر فتنه قدرت و سلطه حق میپوشونن. بعضی کسا به خاطر فتنه ترس از طواغیت حق میپوشونن. بناهن بسیاری کسا به شکل از اشکال در فتنه چی شدن؟ ساقط شدن. و این بسیار خطرناک است. چرا خطرناک است؟ که این نفر به دست خود از دایره توحید و ایمان میکشه. بعضی کسا به خاطر حزب که بعد حزب هستن و حزبش طاغوتی هست، نمیتونه او حزب اله بده. بعضی کسی مثلا تابعیت یک کشور طاغوتی رو داره، نمیتونه او تابعیت او طاغوت اوسو بکنه، بنابراین مجبور است از او طاغوت دفاع بکنه و بخیزه و بگویه که اونجا بسیار خوب آزادی هست و خوب آرام است و خوب من نماز میخوانم، اما خبر نداره که اونجا خوب به اسلام توهین میشه و تحقیر میشه و اسلام پیش روش مثلا دشنام داده میشه و قرآن شریف در روی سرک‌ها در داده میشه. ولی با وجود از این چی میکنن؟ و اگر کسی بخیزه مثلا از سیاست اسلام، از نظام اسلام، از خلافت اسلام صحبت بکنه، عاجل نابود میشه و به زندان‌ها برده میشه، باز هم میخیزه از این فتنه که مبتلا هست. طاغوت چی هست؟ طاغوت امی خود تابعیت گرفتن آل فعلا بر مردم به یک چی تبدیل شدن؟ به یک فتنه خطرناک تبدیل شدن است. و اگر کس باز برشان بخیزه مثلا به مطابق مزاجشان گپ بزنه، حضور بسیار توصیف میکنن، و اگر باز مخالفشان کسی آیات قرآن بگویه، باز رو میگن که افراطی هست و ای تروریست هست و ای بیعقل هست و ای جاهل هست و ای دیگه نمیفهمه، اینی از آرا گپ میزنه. ولی حق به خاطر ازی باید بیان شود، به خاطر ازی که این شخص باز نمیگه که من جاهل هستم،
چون حق برش رسید و در زیرش دکومنت نوشته کرد که گپ تو رو من قبول نمیکنم. پس اینجا باز کفر ازی کفر جهل نیست، اینجا باز کفر ازی کفر چی هستن؟ کفر عناد است، مثل ابو جهل میشن. از این خاطر حق باید بر از اینا گفته شده، کسی که میپذیره، کسی که نمیپذیره. و منهم من یقول اذن لی، بعضی کسان بودن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جهاد میرفت باز برای من اجازه بده، ولا تفتنی، مرا در فتنه نبر تو که ما برم در جهاد، باز اونجا فتنه سوچه تو. الله متعال میگه الا فی الفتنه سقطوا، فتنه خود در جهاد رفتن نیست، خود در فتنه‌ای که به ضد جهاد استاد شدی و جهاد رد میکنی و مخالفت میکنی و فرار میکنی، تو در فتنه افتادی. الا فی الفتنه سقطوا و این جهنم لمحیطه بالکافرین. الله متعال میگه که یقینا که جهنم دوزخ محیط است، یعنی اما تو احاطه میکنه کافران را، همین کسایی که در فتنه های خطرناک داخل شدن و بالاخره این سبب چی میشه؟ سبب ارتداد و کفر شدن. بخش دوم چی هست؟ مستحق شدن عذاب های مختلف دنیوی. در قرآن عظیم الشان نتایج دشمنی با توحید موحدین با رسیدن عذاب های مختلف در سرزمین ها و اقوام مختلف و اقسام مختلف بیان شده. قرآن عظیم الشان بسیار آیات دیگه بیان میکنه که ببینین کسایی که دشمنی با توحید میکردن برشان چی مشکلاتی در دنیا پیدا شد پیش از آخرت. قسم اول غرق نمودن دشمنان الله است. شما ببینید بسیاری دشمنان خود الله متعال چی کردن؟ غرق کردن. اولش کی بود؟ قوم نوح علیه السلام. و قوم نوح لما کذبوا، الله متعال میگه قوم نوح علیه السلام لما کذبوا، وقتی که تکذیب کردن الرسل پیغمبران را، الله متعال میگه اغرقناهم، غرقشان کردیم در دنیا. این جزایشان در دنیا بود. و جعلناهم للناس آیه، و اینا را برای مردم یک آیت یا یک پند، یک درس برای مردم اینا را گردانیدیم. این عذاب دنیایشان است. و اعتدنا للظالمین عذابا علیم، و باز برای ظالمان عذاب دردناک دیگر خود در پشت سر آخرت هست. غرق شدن فرعون و لشکرش، الله متعال میگه و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. و پیروای موسی علیه السلام میگه که ببینید که بر شما بنی اسرائیل چی کردیم؟ بحر دو حصه کردیم. بحر قلزم بحر است، یکی دریای مصر است، اون نیست، این بحر است. الله متعال میگه بر از اینا بحر دو حصه کردیم، فانجیناکم، و از ما شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و غرق کردیم آل فرعون، فرعونی ها که بحر که وقتی دو توته شد و موسی علیه السلام با امرای پیروایش رفتن، فرعون هم از پشتشان رفت دیگه، بحر از دیگه راه واز شده دیگه. الله متعال سرشان بحر چی کرد؟ دوباره آب مثل کوه وارد شده بود، فرق از یا خطا داد، بالاخره کلشان غرق شده. قسم دوم عذاب هایی که رسید مثلا خسف یا غرق شدن در خاک است. یکی غرق شدن در آب است، یکی غرق شدن در خاک است. الله متعال میگه که فخسفنا به و بداره الارض. یکی از دشمنای خطرناک الله فرعون بود، یکی از دشمنای دیگه خطرناک الله قارون بود. پس الله متعال قارون چی کرد؟ فرعون در آب غرق کرد و قارون در خاک. فخسفنا به و بداره الارض، خود زیر و خانه زیر در میبین زمین چاک میشه و یا مدرن. فما کان له من فئة ینصرونه، هیچ کسی نداشت، لشکری نداشت که کمکش بکنه من دون الله و غیر از الله. و ما کان من المنتصرین، و یا جمله منتصرین کسی نبود که باز الله کتش کمک بکنه. این وقت یگانه کسی که میتونست کمک بکنه الله بود و الله هم که از کافر کمک نمیکنه. قسم سوم باریدن سنگ بالای دشمنای الله، مثل باریدن سنگ بالای قوم لوط علیه السلام. الله متعال میگه فلما جاء امرنا، الله متعال وقتی که میگه وقتی که حکم و امر با آمد سرش که اینا یا باید دیگه گرفته شوند
جعلنا عالیها سافلها، امی زمین از عالی بلند شده پایین. و امطرنا علیها حجارة من سجیل، یعنی بالا برد اینا را زدشان به زمین و بعد از او امطرنا علیها بالا از اینا چی شد؟ حجارة، امطرنا باراندیم بالا از اینا حجارة سنگهای را من سجیل منضود، از سنگهای آتش، از سنگهای دوزخ منضود پیاپی. قسم چهارم عذابی که الله متعال نازل کرد خشکسالی و قحطی بود. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، الله متعال میگه ما آل فرعون، لشکر فرعون در چی گرفتیم؟ بالسنین، با خشکسالی و نقص من الثمرات و کمبود میوه ها و غلات لعلهم یذکرون، شاید که اینا چی کنن؟ متوجه شوند و به یاد بیاورند حکم الله را. عذاب دیگه که سر آل فرعون نازل شد چی بود؟ طوفان ملخ و شپش و بقر بود. سبحان الله. فارسلنا علیهم الطوفان، الله متعال میگه بالا از اون طوفان والجراد و ملخ والقمل و شپش و الضفادع و بقر و دم و خون، یعنی عذاب ها آمد سر از اینا. سیل آمد سرشان، لشکری از ملخ ها سرشان آمد، در لباس و در جانشان شپش و گپا آمدن. بقر، لشکر بقه ها پیدا شد و دم، اما که میگرفتن میدن که خون است. این الله متعال میگه آیات مفصلات، معجزه های جداگانه بود. فاستکبروا، پس اینا تکبر کردن و کانوا قوم مجرمین، قوم مجرم بودن، سرشان عذاب ها نازل شد. تندباد شدید و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، یک تندباد، باد بسیار طوفان بادی بسیار خشک. ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کالرمیل، به هیچ چیزی نمیرسید باد مثل که او را مثل خاکستر جور میکرد. صاعقه و فی ثمود، ثمودیان الله متعال چه قسم در دنیا عذاب دادشانه. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه، آنان از حکم پروردگار خود سرکشی کردند، الله اینا را در صاعقه گرفت. یک صدای بسیار خطرناکی که همه تو هلاکشان میکرد و هم ینظرون، در حالی که اینا میدیدن. قسم هشتم ویرانی و نابودی. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. سر از اینا قومی که چی شد؟ یک تکه عمتو فتلک بیوتهم خاویه، خانه هایشان کلش از بین رفت، کلشان چپه شدن. چرا؟ بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. صیحه، عذاب دیگه چی از صیحه هست. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، الله متعال میگه وقتی که امر ما حکم ما آمد، باز ما شعیب علیه السلام و اصحابش، کسایی که مؤمن بودن به اینا رو نجات دادیم به رحمت منا، و رحمت خود. و اخذت الذین ظلموا الصیحه، و گرفت کسایی که ظالم بودن، کافر بودن، اینا را صیحه میگن. صیحه چی رو میگه؟ صدای وحشتناک صاعقه و زلزله. متوجه هستید؟ یاد گرفتن. قسم دوم عذاب چی است؟ قرادتا خاسئین، شادیدی های ذلیل. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، شما دانستید یقینا کسایی را که در روز شنبه که بر از اینا گفته شده بود که شما ماهیگیری نکنین، اینا خیسن چالبازی رو شروع کردن کته الله. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، شما شبین شادی های ذلیل که باز چند روز زنده بودن و مردار شدن رفتن. قسم 11 نزول سنگهای از دوزخ. در دهان چی؟ پرنده های کوچک کوچک. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله چه قسم فعل کرد با امرای اصحاب الفیل؟
ابرهه و لشکرش الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نگردانید امو دسیسهشان باطل نه؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا دسیسه از اینا را باطل نگردانید؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و فرستاد الله متعال طیرا پرندگکایی که ابابیل خیل خیل دسته. بعضی کسا بلک میکنی غلط است، طیر پرنده را میگن و ابابیل چی را میگن؟ خیل و لشکر را میگن، لشکر از پرنده ها اینا آمدن، الله سرشان فرستاد ترمیهم که اینا را میزد به حجارت من سجیل، به سنگ هایی که از سجیل از دوزخ آورده شده بود، با همین سنگ ها اینا را میزد ابرهه و لشکرشان را. فجعلهم کعصف معکول، این سنگ های کوچک کوچک مثل بم های بود که از طیاره در فرق از اینا ساقط شود. اینا را میگه اتو گشتان مثل همین چی واره شما کدام جای دیده باشه که اگه بمبارد میشه که یک نفر دستش یک طرف میفته، پای جگر طرف میفته، سر جگر طرف میفته، یا مثل چی؟ مثل کاه که حیوانات خورده باشه، توتا سمت جویده شدگی نصف شی طرف افتاده میشه، اینا هم همین قسم هر طرف افتاده بودن و توتا و سر و تنیشان نصف شو طرف افتاده بود، نصف شو طرف افتاده بود. الله متعالی عذاب بالا از اینا نازل کرد. پس اینی هست که نتایج دشمنی توحید در دنیا که الله متعال برای کسایی که با توحید دشمنی میکنن چی عذاب‌هایی را از نگاه فکری و اعتقادی و روانی و عملی، چی سختی‌هایی را در دنیا هم نصیبش میکنن و چی عذاب‌های هم الله بالای دشمنان توحید آورده که این کلش برای ما شما درس است برای ای که خدا وقایه بکنیم از عذاب الهی و الله متعال ما شما را در جمله موحدین راستی با اخلاص خود حشر بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.